زود باش، زود باش، زود باش. زود جمع کن، با تو میگم زودتر جمع کن. زود باش، زودتر، زودتر باش، زودتر، زود. قادر، مرا جیغ زدی اما خطا کردم. نه جیغ زدی اما گپ نمیزنی. باز برای چی خطا شود؟ دلتنگ شدم گفتی آخر نخل کن. چه واقعه شد؟ این استانبول بسیار عجیب است. یک وقتا بسیار میخواستم که به اینجا بیایم، ولی حالا به خود میگویم که قادر عدنه از اینجا چی کمی داشت. یگون گپ شد؟ چی هایی نشدند. کارگویی نیست. اویله همون باشد پریشان شد. همه هر سو پراکنده شدیم. در عدنه همه ترتیب و انتظام داشتیم. همه از پی کاری خود بودیم. زندگی یک معنایی داشت. حتی تقویم هم ترتیب و انتظام داشت. خیر، تو چرا با استانبول آمدی؟ حادثه مرد سبب شده آمدم. نه تنها برای مرد آمدی، برای عائلت آمدی، برای دادرت آمدی، برای دادرت، پدرت، مادرت آمدی، برای به همه نزدیکتر شدن آمدی، برای خرسند بودن به استانبول آمدی. یک امکانیت داشتی و استفاده کردی. اما درست آدمان اینجا عجیبند. دشوار. انسان‌های اینجا بسیار عجیبند. قادر، آدمان در هر گوشه و کنار دنیا عجیبند. در این زمان آدمان بغیر از خود دیگر فکر کسی را نمی کنند. میدانم حادثه های اثر گذرانیده‌ات دشوار است، اما اگر من کمی احتمال عائله یافتن را می داشتم، برای عائله‌ام شده با اون قطب دنیا می رفتم. ولی من این امکانیت را ندارم. پدرت چی؟ پدرم؟ چگونه پدر؟ من مادرم را از دست دادم و عائله هم نیست شد. مادرم نیست. برای نیست شدن پدرم دعا میکنم. در حیات تنها بودن بسیار دشوار است. تو خواهر داری، پدر و مادر داری، اما میدونی که از همه مهمش چیست؟ تو با اونها باوری داری. و چگونه بودن شهر و فکر و عقیده آدمون اهمیت نده. میدونی که من آن شب در خانه شما چی رو دیدم؟ چی بودن عائله رو دیدم. حق هستی. الو تامر؟ خانم ماجیده، کمان خانم ماجیده، خیلی کمان. انشالله از تمام مشکلی هایمان خلاص میشویم. این چی گفتنیده؟ گفتنیم که کمی پس از بیمارخانه با شما زنگ میزنن خانم ماجیده. شاید گوین که در مرگ جسدی است، آماده گیری. این دفعه؟ بله، این دفعه همش حل شده است.
رفتن هست و بازگشت نیست. تو ماشین را ماهرانه میرانی؟ کمال تو چیکار میکنی؟ هیچ چیز. برای چی ماشین را خیلی میرانی؟ نفهمیدم. ترمز. به فکرم ترمز از کار مونده است. تو چی ها میگویی؟ چی خیلی از کار مونده است؟ گاز هم پخش شده است. دار